فقط در قشتاق کلان نگذاشت قشتاق کنه دیگه ایرا میدونیم که همین کنه ترین قشتاق همین دیگه و طرف راستی ما قدر پر نمیدونیم. گوجوشی خودش یک مشقه، یعنی گوجوشی که میجوشی یک مشق. ولی حیفینه مثل خوی کردن و بس پوده بردن و ای پوده گرفتن بگاهی میشه با سری پوده میبرویم گوورا و گوساله بزای بیچه های گوسپند همه میاره و جمع کنیم و خونه را میوریم. اگر کنار ایدم بش میره و یک طرف دیگه فقط خیلی کار میکنی خیلی میجنبینه میشه که آدم در دیه زندگی کنه باید که هم خیلی چیزا را کار ببره که با شهر خروک شهر تامین کنه. اینا موز اگرود میکنیم ای اگرود همون میبرن میفروشن زیادتش زیلین هم چیزا را. ما یک گروه همی زنهای همی همسایه جمع میشیم و همدیگر مصلحت میکنیم که شیرپیوچی کنیم. بعد دیگه شیرپیوچی اینا 10 روز ما میگیریم خونم ده شیر میارن با 10 روز دیگه اپای ستاره میگیره. همی 10 روزه که من همی را چی میکنم خونم ده قبول میکنیم شیر را با هم خیلی با چو میگیم که همی خسی همی انار شیرپیوچی میکنیم و همو پخ میکنیم پخ را جمع میکنیم. بعد 10 روز باید جا میشینیم هم مایو را جمع میکنیم هم پیخورا بعد با آب خطی جمع میکنیم که چند قشیر شده. اگر خونه ما 2 سطل یا 3 سطل شیر شده باشه ما همون 3 سطل شیر رو با خونه او میبرم همتری جمع میکنیم 10 روز 10 روز سطل مسکه میگیریم یک سطل رو میبریم آب میکنیم برای ذخیره کردن زمستون. در زمستون با خوراکای ملی قروتاب میکنیم دوغ روغن میکنیم شکر رو بر روغن میکنیم هم خیلی چی میکنیم. ما در تابستون دوغ جمع کرده در خلطه ها میریزیم بعد سخت کشید قروت که سخت شد بعد قروتی هم خیلی قروت میکنیم قاق کرده با زمستون با جا میکنیم که زمستون فرزند ها میاین مهمان میآید قروتاب میکنیم. دیهده باید که قروتمون با ارستر یکی باشه قروتاب میکنیم فیرود میکنیم. همین قروتاب هم نزد همین خلق موده یک انای توجیکی هست که قروتاب میتیم دیهده. ما با اهل همسایه ها شیرپیوچی میکنیم. شیری ما که کم هسته 4-5 آدم شیرپیوچی میکنیم 10 روز همین شیره خونه یا دیگر میاریم جمع میکنیم شیر میگیریم به نوبت که این خیلی کارهای دیهات بسیار وزمین که هسته کار صحرا دارن علف دروی هست فکر ذخیره زمستان که هسته 10 روز ما میگیرم همون وزمینی همین شیری همون همسایه ها میارن ما میگیرم جمع میکنم ذخیره خدمه میکنم و با ما که بود کردم میگم همسایه نوبت شما شید با او همسایه که همین کاره که بود کرد 10 روز که بود کرد فکر قروت شه فکر دوغ شه فکر روغن شه با همسایه دیگر ده با همسایه هر همی 4 کس که باشیم میگیم معمولی مسئله یک قروت کنی چه خیل شد برکت کردیم سال میگه ها شد با ایسر گردم با میگیریم. نه که قروتا با اهل دیه را خبر میکنیم خش تبا را خبر میکنیم خش تبار میان خی داو فوتیا میکنم و که با سال ماه دیگه برسیم با هم خیلی با همی کارمونه دوام بتیم هم همی جمع میشیم سحری بر وقت ما دوغ میکشیم تو زنها آب شیر آوردن وقتی که شیر بیارن و شیر در دیگ میریزیم میپزیم بعد هر کومی هم را بچه نیامو چیش دوغش میته میگیرم میروه با خونش تا او همنی ذخیره میکنم امی قروزه که با ما را شیر میاره با ما را ای دوغ تامین میکنم.
زمستونه میشوه که 1000 دانه میگیریم ده 700 شمی دهه یمی یک 100 نفره میرسونه 7000 دانه میگیریم 700 دانه شمی یک نیم سطل روغن قطی ما امی 100 آدمه میرسونیم 100 آدمه با اگر موندگیشه با اهل فرزندو مهمون میوید که فلان آدم همی خیلی اوده همی اوقات تاجیکی ملی میبرویه ما همورا خونه مومای خیر ما قروتاوخری میریم گفتم ما فکر میکنیم که در ایزا نمونیم اگر نه بزرگ هست روغن هست قروت هست دوغ چکه هست یا نه که با محصول دست زنهای دهاتی بود دیگه زنهای جوان نمیفهمند اگر گپی کلانی بد بزنیم قبه بد خیلی خوردن میگن همی مهمون اومد ما ای اودش میبروییم همی یا توش کبریو نمیدونن تو ننیشنی سره انا مهمونی مو که به خونه مو که ما اومد ما همی اوقات تاجیکی ملیمون قروتو است شیر روغن دوغ روغن قروتو همیورا ما میزگرونیم اگر همیورا که نکنیم کوچی فطیر مسکه امو مهمون اومد میگه که نخو ما در دهاتومیم اوقات تاجیکی ملی نیست ما همیورا به همی جوانوی نو نشان میتیم اگر نشان ندادیم همی گویو که ای بین میروه ای بین میروه در خونه همه قشلوقی ما کمشده یک گو هست دو گو هست گوسپند دارن خیلی ای بزرگ رفتن ما ای بزرگ خیلی دورتریم 1 کیلومتر یا مهمون که اومد ما گوشت نمیخریم میگیریم ایمون چوربای خودمون میکشیم با اهل اویله نامو مهمون اومده خرسندی را میبریم که اون مهمون اومده ده ما همون گوسپنده بزه زفت کنیم با هم فرزندو میخره ما بزرگ نگر نمیکنیم دورتریم ای بزرگ ای خودمون هست محصول دست شیر دو گوشت میشه وقتی که یک جویا کدی برکتش دیگه ای با زم میشوه امی مسکه و چی میکنه خیلی نمیخیل که امی هنرهای امی مردمی را باید که ما احیا کنیم این حوزی امی خونه امی اپای خیرموده حوزی پیوچیه این حوزی امی دوغه حوزی امی دوغه با تقسیم میکنیم اما آدمایی که اومده بوی قری میریزیم در امو جوگای آوردگیش میبره با در خونش با برای دکوش خیلی دوغ میکنه چکه میکنه اگر زیادتی کرد خرود میکنه خیلی با زمستانش ذخیره میکنه با تا نوبتش رسیدنه زحمت زیاد طلب میکنه این یک دوغ میاره شیر میپزی با موینی میکنی جیرگان میکنی ای جیرگان دوغ تیار میشه ای دوغ مسکه با دوغی تیار شدگی را میریزیم در خلطو چکه میشه چکه را قرود میکنیم نه نگه که چند چی میکرده انا کوزی نگه که مسکه ما تیار شده کوزی ما مسکه را میورداریم بعد او تیار کشیده با آب میشویم چکه میکنیم نمک میکنیم در سطلی که خلدل نگده میمونیم هم یک سطل که شود بعد میگیریم آب میکنیم این حوزی مسکه ما تیار شد ولی با کمتر علف قوق شوه برسه کو انا بعد روغنو که زیاد میشوه خوزی اگه علف که سوزه شیر زیاد میشوه روغنو که پسته وقتی که علف برسه و کم کم چی شوه قوق شوه انا هینده روغنو که با زیاد میشوه امی مسکه که با بیشتر میگیریم خوزی شیر زیاده و روغنو که پسته ما ایره همنی چی کدگیم درک کدگیم که وقتی که علف سوزه نرسیده روغنو که پسته همی مسکه ما کم میگیریم انا کوزی نگه که همون شیدسته که علف چی کدسته رسیدسته روغنو که زیاد میشوه انا زمستون باشه اگر ما اوقاتو کنسنترات میتیم کنجوره میتیم مثل کمی کورما میتیم با همون روغنو که زیاد میشه برای که گو خروکش سوزه اگر خروک نغز باشه همون روغنو که زیاد میشه نه که خروکش سوز نباشه روغنو که نمیته ما هیرانی درک کردگیم تجربه کاری مونده دیدگیم انا که نگاه که
انا میگم فرق داره که امو گوی حاضرین چی میکنن او روغن کشون بسیاره میگه او در تل تپه نمیرون او رفته نمیتونن و جای مخصوص باشه که او خود بتی و مثلا تامین کنه انا گوی محلی خوبه که همه جا دا میروه تل تپه دا میروه سنگلاخ دا میروه همه جا دا میروه همه خوبی بینی گوی محلی و گوی زوتی همین خیلی که گوی زوتی را در بیرون پرورش کردن نمیتونی در کوه رفته نمیتونه برای وزنی بده انا گوی محلی همه جا دا میروه این خمیر چپوتیه خمیر ما خیلی دیم گویم نه های کدیم اومدیم خمیر من رسیده این عروس کردیم و همین چپوتی بندی را ای کلونو ای بیبی و ای موما و ای کلون ترو یاد گرفتگیم ای خشتومن ما یک همسایگی در یک کمپیر داشتیم اومای دولت بی میگفتن امی خمیر فطیر ده زور بود به حد زور بود خمیر میکرد مرا پیرود میکرد بیو میگو بچه‌م بیو خمیر بخیلیم روست کنیم ما گویا شاگردی عمویم بخدا ما امی خمیر می در بالای سر ما میسود خمیر میکیم روست میکیم یگو معرکه ده چپوتی میپختیم ما ای وقت خیلی در فیرما گو میجوشتیم از بس که خیلی یوش بدیم نون او وقتی نمیتونستیم شو کردیم اومدیم همسایگی خدمانده خشتومن داشتم خشتومن منی نشان میداد خشتومنی من زنه که همه طرفه بود نون او در کیبونوگری قشلوق در این حوض خشتومن من 108 ساله شدگی اما هم نشان میداد خیلی ما همسایه این اکمو بسیاری میشیم خمیر چپوتی میخیلیم این اپای سنگیمو این جمولبی خیرمو انا ایدیمو همه کسای نزفنون بی بعد چپوتی که بندیم یکو معرکه کشوه روست میکنیم همه کسا و نون میبندیم معرکمونه با میز گرونیم دوری که مور اومدن پیواز داشت پاری صفحه هر سنگ میخیدی 7-8 دادم چتگی هست شیرو در پیششون پیواز میداد که شیرپزی و دگونگری رای بود نمیکرد هر روز کارشون همی بود خیلی بخواد بدو خود کمپیر چی بدو خودش بی حد از او کشی در از او بی اول از اون یکی با خیلی بازی روی و حتی یک خدا و چین کی میره و در رای دور کار میکنه و در گرمی چی میکنه یک خد بخم نمیستی 4 زنه که یک پیوشی که شیروم نجمع میکنیم میاریم همیجا دو مسکم نکی جمع کردیم بعد در دوام یمو باید با خونه یک تا دیگه مون برای این با خونه پس سنگیمون باید پیوشی کاری که برای بعد نمی چپوتی میکنیم یک جا میشینیم فطیر مسکم میکنیم بعد میخریم این موچ اوقاتهای ملی تاجیکیه این آدمای گریب میشن یا مزهشون میگریزه این موچ فایده داره اشتیاد میاره امی قدیم کمپیرکو همه در امی اوقات نغز میبینن اون موچ اوقات سبکای برای اشتیاد ایرا اردی اسیوبی را اردی گند میره اینا میمول او میریزی میمولی قطعی نمک تیار میکنی و این علفات تیار میکنی بعد در دیگ دختن میگیری برگ لبلبو داره روشک داره گشنی چوکروب داره اینا چی علفی همی طبیعی باشه میدوزه میشینه شنکای روشکای چیزی که باشه میدوزیم با لذت تر میویم اوخ میخرنه و باز آدمایش بریونکی را نغز میبینن تا چیزایی چی را نغز نمیبینن کویوشو فقط چیزی بریونی باشه میگه این او جوشیده است او نمک میدوزیم میجوشونیم علف مون که تیار شید انا این چی را گرمونه دختن میگیریم
اینا بجوشکی کلوله نزنن. موچیمو تیار شد. اینا میبرداریمش. چی پیش اگه اوقاتی پیش چی همی بدای ما تیار میکنیم همی را بس 3-4 زن فیرود میکنیم با همروی همون زنو همی کوچی را میبرداریم میخریم. واسه در دون کوچی اول ما او و دوختیم نمک دوختیم جوش اومد او اینا بعد از این ما ارده همراه کده اینا بعد ارده میدوزیم اینا ما میکویم که همون خمیر ما حل شده رشید بعد از اون ما پاریز میتیم کم کمک 7 بار او جوش اومده انا اینا می خیل میریزیم جوش داره انا ای جوشیدن میگیره بعد جوشید با پاریز میتیم پاریز اوی نمک دوره اوی خالی بوده ایش ارده همون خونی که در اسیوبا میکنیم بر مزه میویه ارده مگزینی مقصد با کم ترچستره ای بر مزه میویه اینا پاریز میتیم اوش کریختیم جوشیدن میگیره بعد که این خجوشید و زمین را ارالش کرده اینا به همین طرز خطی ما ارالش میکنیم باید که همین بجوشه به اون درجه بجوشه که مقصد خمیر نباشه میجوشه میپزه ای وقت بیبیا و چوی ما همین اوقات استفاده میبردن به مهمون قدردانه همین اوقات همی کردن نمی خیل در طبق میبرداریم بود کیل کردیم بعد مسکره در بولش این خوراک ما تیار اشتیوی تام